لحظه اجازه بدید، من مطالب شما را استماع میکنم. اجازه بدید، تذکرات شما را هم گوش میدید. اجازه بدید آقایون نمایندگان در صندلیاتون مستقر باشین. بفرمایید بنشینید. من تذکرات و اخطارهای شما رو خواهش کردم بیانات آقای رئیس جمهور قطع نشود که همه مطالبشون رو بگن، چون یه مقدارش واقعا قانونا حق شما بود. من احساس کردم چون راجع من داره صحبت میکنن، چون فاضل لاریجانی اینا بخصوصش بنده بودم دیگه، میخواستم احالهش بدم به من، چون یه استیزایی در مجلس شده، چه ربطش به من چیه، ربط ایشون به من چیه، بیان کردم. خواهش میکنم رو صندلیاتون بشینید، من چند تا نکته به شما عرض بکنم، بعد اختاراتتون هم گوش میدید. بفرمایید. چشم. اگر شما فقط اجازه بدید من مطالبم رو عرض بکنم، از ایشون هم خواهش کردم بنشینن گوش بدن حرفا رو. بفرمایید آقایون، بفرمایید از صندلیاتون. بفرمایید آقایون، بفرمایید. اتفاقا جلسه خوبی است. بعضی از این مسائلی که تو کشور ما وجود داره از همین سنخه که باید حل بشه. این روش ها اگر ادامه پیدا کنه در پشت صحنه، مشکل ایناست. اجازه بدید من اولا تشکر میکنم از اینکه آقایون تحمل کردید. آقای رئیس جمهور همه حرفاشون رو زدن، ایشون هم گفتن من یه نواری دارم و این خود اینم یه جستی است دیگه، و گفتیم شما هرچی مصاحبه انجام بدید، گذاشتن روشن شد که چیز. بقیه مطالبم که گفتن نوار پخش نشده خودشون قرائت کردم. حالا من میخوام چند تا نکته عرض کنم. اولا بحث ایشون کردن راجع به تنظیم قوا به هم خورده. تنظیم قوا به هم نخورده. آقای رئیس جمهور، این سلیقه شماست که یه جایی نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی قبول ندارین، یه جاهای نه صحبتی ندارید، جوابتون رو داره میدم. شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه داره جوابتون رو میدم و شما هم حقی ندارید دیگه، چون بیش از حد باز حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بود. حالا ایشون حق داره جواب بده، ولی رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای این استیزار و اتهامات و تهمت‌هایی به من گفتین و مطابق آیین‌نامه 2 برابر وقت شما من فرصت دارم جواب بدم. تنظیم روابط قوا به هم نخورده. این سلیقه شماست. قانون میگذرونیم، شما ابلاغ نمی کنید، بعد میگید من قسم خوردم، من با تشخیص دادم خلاف قانون اساسی هست یا نه. اینجوری نمیشه. قانون اساسی اگه بخواد رعایت بشه، قانونی که مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه، رئیس جمهور موظف ابلاغ کنه. تنظیم قوا اینجاها به هم خورده. و فرمودید که بعضی مسائل سیاسی هست 2-3 سال تحت شدیدترین فشارها هستیم. مشکل اینجاست. شما افرادی رو به عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه. فشاری نیست. از من میپرسید همین مطالبی گفتید به دادگاه میدادید، رسیدگی کنم. مگر ما از کسی دفاع میکنیم؟ ما نزدیکترین فردمون هم باشه تخلف کرده باشه میگیم رسیدگی کنم، ولی شما نمیذارید رسیدگی بشه. اشکال این هاست. فرمودید در روند کشور بنبست ایجاد میشه. اشتباه میکنید. در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست نیست. شما در بسیاری از موارد شکایت کردید به رهبری ارجاع دادن به هیئت حل اختلاف نظر قاطع داد دیگه، حس نباید حرف بزنه. پس بنبستی وجود نداره. مثل همین اصل 138 که چندین بار گفتیم قانون اساسی رو میخونید. خب بر اساس این اصل 138 قانون تصویب کرده مجلس، شما قانون تمکین نکردین. شورای نگهبان این قانون رو تایید کرده که اگر هیئت وزیران مصوبه‌ای گذراند که با قانون تطابق نداشت، رئیس مجلس موظف اون ایراد بگیره و با استدلال بده به دولت.
در قانون گفته اگر دولت رعایت نکرد باید او رو لغو کنه. شما به این اعتراض دارید، کی باید اینو حل کنه؟ شورای نگهبان نظر داده، قبول کرده، شما چرا تمکین نمی‌کنید؟ نه تنها این، شما در مورد همین نامه به رهبری نوشتیم که این اصل 138 قانونش خلاف قانون اساسی است. چرا نظر رهبری رو نمیگین؟ رهبری دادن به هیئت حل اختلاف. هیئت حل اختلاف هم نظر شورای نگهبان پرسید، رهبری ابلاغ کرد، یعنی تمام کرد. دیگه چرا تکرار میکنید؟ از چی تمکین میکنید؟ اگر از ولایت فقیه تمکین میکنید، خب ولایت فقیه نظر داد، بنبست رو تمام کرد. چرا میگید بنبست؟ فرمودید دیوان عدالت باید محل اتکا باشه و اگر ما شکایت داریم انجام بشه. یه جایی طول دادن، رسیدگی نکردن. خب عزیز من، قبل از این همه این حرفا در مورد قانون دیوان عدالت که ورود کرد در مورد سازمان تأمین اجتماعی، اگر قبل از سال 88 بود حق داشت دیوان عدالت، اما سال 88 قانون تصویب شده. متن قانون چیست؟ قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف میگه سازمان مذکور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانون زیرربط پاسخگو می باشد. شما رفتید در هیئت دولت اینو تغییر دادید، بردید زیر نظر معاون اول، هم دیوان عدالت اداری گفته خلاف قانون، هم رئیس مجلس قانون رو زیر پا گذاشتین. چرا میگید دیگران دست پای ما رو میبندن؟ شما تخلف کردید. چرا دیوان عدالت رعایت کرده الان؟ چون سال 88 این قانون تصویب شده. قبل از اون نمیتونست، بعدش میتونست. بنابراین این اینقدر ابهام نداره. یا نمیدانید؟ بپرسیم. فرمودید که دیوان محاسبات چرا دادگاه داره؟ دیوان محاسبات دادگاه نداره، قوه قضاییه شعبه اونجا داره، دادستان داره و دادگاه. این قانون مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده. شما به چی ایراد دارین؟ پس بفرمایید نظر شورای نگهبان قبول ندارم. نمیتونید اینو بگین. شما رئیس جمهور هستید، باید نظامات حاکم بر کشور و قانون اساسی رو قبول داشته باشید. خب قانون دیوان محاسبات گفته یک شعبه دادسرا و یک شعبه دادگاه اونجا به قوه قضاییه میذاره، دادستانش هم مجلس رأی میدهد. خب دادسرا برای خیلی ها حکم صادر میکنه و میره تو دادگاه حکم داده، حکم بدوی داده برای رئیس بانک مرکزی، میتونه بره تجدید نظر شکایت بکنه. شما به چی ایراده؟ این عین عدالته. مگه میتونیم بگیم که بعضیا بهتر از بقیه رسیدگی نکنن در دادگاه؟ شما نباید یه حاله‌ای بذارید که دادگاه دخالت نکنه. باید بگید احسن که دخالت کردی، برو رسیدگی کن از مسئولین زیرت، نه اینکه مانع بشی. بنابراین دیوان محاسبات تخلفی نکرده، ربطی به دیوان نداره، به دادگاه دیوان محاسبات داره. شما فرمودید که اگر اینطور باشه رئیس مجلس باید حاکم باشه. رئیس مجلس وظایف روشنی داره، قوا مستقل از همه. رئیس مجلس طبق قانون اساسی و قانون موظف کردن. بخونید قانون اساسی رو که اگر مصوبات مجلس خلاف قانون یا روح قانون باشد او تشخیص بدهد و رد کند. مصوبات دولت. بنابراین خلاف قانون ما هم محدودمون همینه. نه در کار اجرا دخالت داریم. شما میگید آقای مرتضوی رو چرا دخالت کرده رئیس مجلس؟ رئیس مجلس به مرتضوی کار نداره. رئیس مجلس میگه مصوبه‌ای که شما دور زدید و این متن قانونی رو لغو کردید و بردید این سازمان رو زیر نظر معاون اول، خلاف قانون است. ما اینو گفتیم. نتیجه اون این است که آقای شیخ الاسلام نمیتونه بیاد اینجا بگه مسئولیتش با من نیست، چون دولت تخلف کرد و منم اعلام کردم تخلفو، بنابراین زیر نظر ایشون و آبادشون تمکین میکرد و نکردن. بنابراین اینها روشنه، ما به استقلال قوه مجریه مشکلی نداریم. اما ملاحظه بکنید
همین نفس این کارو که این تهمت‌های زیادی که در این جلسه نثار بنده کردن که هیچ ربطی به موضوع استیضاح نداشت و اگر مر آیین‌نامه رو من میخواستم رعایت بکنم نباید اجازه میدادم حرف بزنن در این زمینه. اما چون دیدم هی میگن فیلم و بیاناتشون به جای استیضاح اومدن راجع به رئیس مجلس صحبت کنن، گفتم بذارید حرفاشون بزنن و خوب شد حرفاشون رو زدن. نمایندگان محترم در جریان هستیم. از ابتدای بحث استیضاح وزیر کار بنده وساطت کردم از باب اینکه تشنجی بین دولت و مجلس ایجاد نشه. این آقای مظفر اینجا هستن، کجا هستن؟ آقای مظفر اینجا تشریف دارن، معاون نظارت مجلس هست. اگر من خلاف میگم شما شهادت بدید که اشکال داره. من به ایشون گفتم شما استیضاح کنندگان رو دعوت کنید، وزیر محترم کارم دعوت کنید، ببینید میتونید با اینا به تفاهم برسید که استیضاح تو مجلس مطرح نشود. این آقایون جلسه گذاشتن، متنش رو با خوشحالی آوردن پیش من که همه امضا کردن که آقای وزیر کار قبول کرده هیئت امنا بذاره آقای مرتضوی رو عوض کنند و گفتن آقای وزیر گفت من امضا نمی کنم ولی اینو اجرا می کنم. حالا محظوراتی داشتم. بعد از اینکه این کار انجام شد وزیر محترم پذیرفت، رفت ظاهر این کار رو انجام داد. بعد از اون که ایشونو کنار گذاشتن یه مرتبه با مسببه دولت مواجه شدیم که این سازمان رو خلاف قانون، ما نص قانون داریم، بردن زیر نظر معاون اول. وزیرم گفت دیگه از من کاری ساخته نیست. خب این مسخره کردن قانونه، خلاف قانون. چطور میتونه رئیس مجلس حرف نزنه؟ چرا توقع دارید ما حرف نزنیم؟ من آقای مرتضوی از شماها بیشتر میشناسم. من حرف آقای حسینیان هم رد نمی کنم، خدماتی هم کرده در گذشته، ولی این دلیل نمیشه که ما اینجا کسی خلاف قانون مرتکب میشه حرف نزنیم. برادرمون هم باشه با جلوش بایستیم. اینطوری نیست. طبق این ماده صراحت داره که این کارشون خلاف قانون بوده. خب ما هیئت تطبیق این مصوبه رو لغو کرد. آقای شیخ الاسلام تلفنی زدن به من هم راجع به این که من یه گله‌ای کرده بودم که ایشون تخلف کرده، یکی از آقایون وزرا یا آقای فروزنده ایشون زنگ زد به من گفت من خواستم شما توجیه بشید که من تخلف نکردم، از عهده من خارج دولت تصویب کرد این بره زیر نظر معاون اول. من به ایشون گفتم این خلاف قانونه و به عهده شماست. در حال ایشون گفت از عهده من خارج. لذا این مسئله به اینجا رسید. روز دوشنبه من خدمت آقای رئیس جمهور رفتم راجع به کار دیگه. اونجا به ایشون گفتم که این استیضاح مطرحه، این مطلبم آقای مظفر دخالت کردن چند بشه، حالا نشد. حالا یا من وساطت کنم یا شما وساطت کنید این مسئله حل بشه. راهش هم اینجا آقای مرتضوی بره یه کار دیگه بهش بدین، چون اینجا حضورش خلاف قانونه، بره کار دیگه بکنید که خلاف قانون نباشه. و ما هم از دوستان استیضاح کننده خواهش کنیم پس بگیرن و ایشون نپذیرفتن. بنابراین ما بین خودمون و خدا اونقدری که وظیفه داشتیم و برداشت داشتیم در شرایط فعلی در کشور تشنجی به وجود اومد انجام دادیم، ایشون نپذیرفتن. امروز صبح ساعت 7 آقای فروزنده معاون ایشون گفتن من یک پیغام فوری از آقای رئیس جمهور دارم و میخوام با شما صحبت کنم. من با اینکه کار داشتم گفتم حالا چون کار فوری پیغام ایشونه بیان، اومدن گفتم بیاید اینو جمع کنیم، مشکل داره ایجاد میشه، ممکنه آقای رئیس جمهور حرفایی بزنن. من براشون سیرشو گفتم، هم آقای مظفر رو من گفتم دخالت کنه، هم خودم صحبت کردم. من کاری از این بیشتر از بنده صادر نمیشه مگر اینکه آقای رئیس جمهور بپذیرنشون رو جابجا کنن. ایشون گفت چون که نمیپذیره اینا. بعد یه نکته ای گفت که عرض می شود که اگر این آقای احمدی نژاد گفتن این ایشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود
من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن. من گفتم که من نمیدونم موضوع نوار چیست، مال هر کسی از بستگان ما هم باشه برای من فرقی نمیکنه و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوار رو میبینم پاسخ ایشون رو خواهم داد. من البته اطلاعات زیاد دارم، مصلحت نمیدونم راجع به اطرافیان ایشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم. ولی من به آقای فروزنده گفتم این یه تهدیدم کردم که بلکه ما از استیضاح صرف نظر کنیم و من اینو مصلحت نمیدونستم. مجلس جایگاهی است که قانونش باید حفظ بشه و رئیس مجلس قسم خورد که از حقوق مجلس دفاع کنه. شما راجع به بستگان من هر چی دارید بگید، من هیچ مشکلی ندارم. بین خودم و خدا من یک وضع روشنی دارم. شما بیاد بگید در این قضیه همه این حرفایی که زدید نتیجهش چی بود از مورد استیضاح؟ من چه گفتم استیضاح باید انجام بشه؟ پس این حرفا رو برای چی اینجا گفتیم؟ حالا ملاحظه کنید نفس این کار رو. به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود؟ که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترشون و بعد فیلم میگیرن. پس معلومه برنامه داشتیم. مگر الان شما تو ملاقات‌های اتاقای ما میاد ما فیلم میگیریم؟ ما نمیدونم دستگاه آقای رئیس جمهور چجوریه، ما که فیلم نمیگیریم بسازیم. این به نظر شما توطئه‌آمیز نیست که یه نفری رو صدا میکنن بیاد، بعد با هم صحبت میکنن، بعد اینو فیلم میگیرن؟ پس ما برنامه‌ای داشتیم که این فیلمو بگیرید و بعد یه روزی مثل اینجا بیاید علنی کنید مثلا. حالا نمیدونم چه فایده‌ای بر این هست، ولی خود نفس این کار یه کار مافیایی نیست؟ یه کار توطئه‌آمیز نیست؟ به نظر شما این اخلاقه؟ این کار در سطح یه رئیس جمهوره؟ رئیس جمهوری که مرتب دیگران رو تهدید میکنه، در مورد استیضاح رئیس مجلس رو تهدید میکنه. این رفتار دو کشور، مشکلات کشور ایناست آقای رئیس جمهور، مشکلات کشور ایناست. بنده با برادرم ارتباطی ندارم، ایشون هی میگفت آقای فاضل لاریجانی فلان. توی کشور خیلی ها هستن نسبت دارن، رفتارهای متفاوت دارن، ما با هم ارتباطی نداریم. آقای فرهنگی تماس گرفته بوده به ایشون، بگید چی گفتن ایشون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چون اتاق فرمان گفتن که صدا مطلقاً روشن نیست و ما میخوایم این رو پخش کنیم، چیزی مفهوم نخواهد شد. لذا بنده ظهر گفتم ایشون رو گرفتن و موضوع رو سوال کردم. آقای فاضل لاریجانی که سمتشون هم سوال کردم، گفتم رئیس دانشگاه آزاد آمل و مشاور رئیس دانشگاه پیام نور. گفتم غیر از اینا سمتی ندارم. ایشون گفتن که مدتها جناب آقای مرتضوی پیگیر ملاقات بود. بعد که من بعد از پیگیری‌های زیادی رفتم و اونجا حضور پیدا کردم، عمده اون نشست رو ایشون صحبت کرد و ضمن اظهار ارادت مفصلی نسبت به خانواده های لاریجانی، هم خدمت های دکتر لاریجانی هم آیت الله آملی، و از جمله جملاتی ازشون نقل کرد که من عرض نمی‌کنم. به ایشون رو من باور دارم و درخواست وساطت کردن برای ملاقات با رئیس قوه قضاییه. مطالب مفصلی هم علیه قاضی پرونده خودشون مطرح کردن. فیلم برداری هم اونجا در جریان نبود. بعد از جلسه با رئیس قوه صحبت کردم، ایشون هم ملاقات رو نپذیرفت. اونجا هم من بعضی نکاتی به ذهنم میرسید در مورد مشکلات دانشگاه و اینا رو مطرح کردم. اون چی که ایشون نقل کرد این جملات بود که خدمتتون بیان. حالا فرض کنید که ایشون رو دعوت کردم برای اینکه وقت بگیرن رئیس قوه قضاییه، بعد این بحثا رو هم کردن، بعد فیلم گرفتن و امروز میان تو جلسه استیضاح. ربطش به استیضاح چیست؟ من اینجا آقای جهانگیرزاده اینجا تشریف دارم،
چند بار آقای مرتضوی از من وقت خواست این مدت؟ بفرمایید. عرض کنم خدمتتون توسط مسئول امور پارلمانیشون هم حضوری هم 2 بار تلفنی از من پیگیری کردن که یک وقتی رو آقای دکتر لاریجانی برای آقای مرتضوی اختصاص بدن که من چند بار مراجعه کردم. ایشون گفتن چون اصل بر این هست که قانون رعایت بشه، آمدن ایشون بر این است که ایشون باقی بمانند. منم اصرار دارم که قانون اجرا شود، از این جهت نپذیرفتند و من حتی شماره دفتر ایشون رو دادم به یک نفرم بس کردم ولی این اتفاق نیفتاد. آقای مرتضوی دنبال این بود برای پرونده خودشون پیش رئیس قوه قضاییه بره، برای استیضاح هم پیش من بیاد. من هیچ کدوم مصلحت ندیدم و عمل نکردم. و اگر میکردیم اون وقت امروز چیز دیگه اینجا میگفتن همین ارتباطات منجر به ارتباط به رئیس قوه مقننه شد و من قبول نکردم، گفتم به قانون داره. آقای رئیس جمهور، اینها رو ما صداقت نمیدونیم. این رفتارها و بد اخلاقی ها بلای جان کشور شده. فرض کنید اصلا یکی از بستگان بنده اشتباه کار بوده، چه ربطی به من داره؟ اگر من مثل شما جلسه‌ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی مطرح کرد از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم میگرفتم امروز اینجا پخش میکردم، براتون خوب بود؟ خب برادر شما یه نظراتی داره، چه ربطی به شما داره؟ ولی شما همین مقدار اخلاق و رعایت نکردین. اگر یکی از بستگان بنده اشکالی داشت مثل هر کسی دیگه باید رسیدگی بشه. ما مانعی نیستیم بلکه مؤیدیم. پرونده درست بکنید بهت رسیدگی کنید. مگه کسی مانع شد؟ چطور این مطلب رو تا امروز من نگفتیم که یه همچین چیزی هست؟ مثلا زد و بندیه، شما خواستید اینو بگید، هم نوشته هاتون این بود. خب میگفتید رسیدگی میشد، نه به من گفتید نه به قوه قضاییه، امروز پشت میکروفون میگید. اینها مشکلات اخلاقی جامعه ماست. این آقایی که شما نام بردید اصلا در اطراف من نیست، هیچ مسئولیتی هم از جانب بنده نداره. اما فرق قضیه بنده با شما اینه، با این همه مشکلاتی که اطرافیان شما دارند که بعضیشون تعقیباً پرونده دارن، همچنان شما ابقا میکنید و روش هم نیستید. مشکل اینه. 2 تا طرز تفکره. ما میگیم اگر یکی از اطرافیان ما اشکالی هم داشت بره رسیدگی بشه، ولی شما مانع میشید. یه بارم در مصاحبتون گفتید خط قرمزه. این خلاف حقه، این خلاف عدالته. چه فایده ای داره که مرتب ما از عدالت صحبت بکنیم ولی با این روش ها کیان اخلاق جامعه رو به فساد بکشیم؟ مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب شما اگه مطرح داشتید چرا اینجا مطرح میکنید؟ استیضاح نمایندگان یه چیز بود، نه ربطی به رئیس مجلس داشت، نه ربطی به مسائل دیگه داشت. اینجا چرا این مسئله مطرح کردید؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. آقای رئیس جمهور، یک حدیث قدسی هست پیامبر گرامی اسلام نقل کرده که اگر کسی به مسلمانی اتهامی بزند که اون رو خار کنه، خداوند میگه خودش رو آماده کنه برای جنگ با من. نمیدونم به این باور دارید، این حدیث قدسی است. امیدوارم که خداوند همه ما رو هدایت کنه که وقتی در مساند بزرگ می نشینیم اندیشه حکیمانه داشته باشیم، عدالت پیشه کنیم و عدالت به لفظ نباشیم، به رفتار و عمل باشیم. خب اگر اجازه بدید ما استیضاح رو به رنگ گلدون ها رو ببرید. بله اجازه بدید بحث رو خاتمه بدیم. بحث رو بفرمایید.
شما آقای احمدی نژاد تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اخطار دارید، بفرمایید. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردین. بفرمایید. گلدون ها رو ببرید، آرا رو جمع.